به این میگن کباب خوش رنگ خوشبویی که هر قدر نوشیجان کنین از مزهش سیر نمیشین و طرز تهیه بسیار آسان واضحه که حتما یاد میگیرین و آماده میکنین. این ویدیو را به تقاضای شما دوست آماده کردیم، پس صفحه مرا فالو کنین، ویدیو را برای دوستایتان شریک بسازین و لایک هم فراموشتان نشه. هر وقت دلتان هوس کباب های رستوران کرد حتما این را آماده بسازین. این بار از گوشت ران مرغ آماده میکنم و ما از سینه مرغ و کباب گوشت گوسفند هم آماده کردیم، در پیجم هست. به مساله زیاد ضرورت نداریم، فقط میخواییم گوشت کمک خوش رنگ شود و همو خامبوییش از بین بره. به اندازه قاشق چایخوری مرچ سیاه، زردچوبه و پاپریکا ضرورت داریم و یک قاشق غذاخوری نمک، همچنان مقدار سیر تازه. گوشت را خوب کمک اخته میکنیم. برای 15 دقیقه نیم ساعت هر قدر وقت دارین ایره بگذارین. رویش یک پلاستیک میگیریم و کنار بگذارین که خوب یک کمک خوشبویی خود بگیره. بعد بر روغن ایره سرخ میکنیم. ای بار ما بر روغن سرخ میکنم به خاطر که در ویدیوی گذشته دوستای ما زیاد پرسان کردن که آیا میتونیم بر روغن سرخش کنیم یا اگر داشت نداشته باشیم چطور میتونیم ای کباب را آماده کنیم. خب زمانی که به این شکل شد ببینین چقدر رنگ ای گوشت مقبول شده و کاملا آماده است، پخته شده، ولی باز هم میره یک کمک با پیاز بر 5 الی 3 دقیقه که گازم پخش است تفتش میتم. ای روغن کاملا دلخواست، اگر دوست داشتین کمک اضافه کنین به خاطر که باز ما او را بروی نان اضافه میکنم. اینجا یک 3 دقیقه با همی حلقه های پیاز میره میمونم که یک کم تفت بخوره تا گوشت زیادتر جوسی و نرم شوه. قسم مزهش زیادتر میشه چون گوشت مرغ است. و بعد از اون ما یک دانه زغال تازه کردیم، او را به داخل دیگ میمونم. زغال بسیار مهم است، بویش امی گوشت بسیار خوشمزه میسازه، مثل از اینکه کباب شما در کوره آماده کرده باشین. و فراموشم نشه که بر روی زغال یک قطره روغن میریزیم. اینجا مقدار از پیاز و لیمو استفاده میکنم، همچنان قوره انگور با مرچ سرخ. به حد و به اندازه مزه‌دار آمده بود. دور از دلکایتان همه تو گرم و تازه نوشیجان کنین و روغن هم که برای نان میریزین بسیار مزه‌دار میشه نان. تشکر که ویدیو را تا آخر دیدین. لایک، شیر، فالو فراموشتان نشه. خداحافظ تا ویدیوی بعدی.